ثانيا دوم شرط يشترط في كل من العاقدين أن يكون جائز التصرف بأن يكون حرا مكلفا رشيدا. یکی از شرط ها در هم فروشنده و در هم خریدار این است که شخصی باشد که جایز و تصرف باشد، تصرف کردن او جایز باشد، خریدن و فروختن او اجازت باشد. بیان یکون حرا به این طریقه که شخصی آزاد باشد، غلام نباشد، گفتم مکلف باشد، یعنی آدم دیوانه نباشد. دیوانه یک طلای قیمت به یک سوم میتید. و رشیدن اگر رفت کودک باشد رشید باشد، یعنی صاحب تمیز باشد، صاحب عقل باشد، نرخ و نوای مرد چیزها رو داند، یا چیز قیمت رو ارزان نفروشد. فلا یصح البیع و الشراء من صبی، جایز نیست خریدن و فروختن کودک. و سفیه شخص بیعقل، و مجنون شخص دیوانه جن رسیده و میتواند ارزان فروشد. و مملوک غلام بغیر اذن سیده، بدون اجازت سیدش، به اجازت خواجه اش غلام حق فروختن ندارد. یعنی این شرط ها خریدن هم ندارد. این شرط ها در هر یک خریدار و فروشنده باید یافت شود.